ویدیوی کلبی که تمام این مدت داشتین درخواست میدادین. من و احسان رو بارها کنار هم تو استودیو دیده بودین ولی با هم دیگه هنوز ویدیو نداده بودیم. اوکی، من به حرفتون گوش دادم. پس امروز احسان اومده تا کارت من بدبخت رو کنترل کنه. بابا عجب گیری افتادم. و احسان سلطان پیدا کردن آیتمای چرت و پرت توی اینترنته. پس میدونستم پیش آدم اشتباهی نرفت. در ضمن توی کانال احسان هم من دارم کارتشو کنترل میکنم و فشاریش میکنم. حتما برید اونجا کامنت بذارید که کی گیم فور لایف. خب همه چی بهتون گفتم. آماده ای احسان؟ من که آماده ام عزیزم. تو آماده ای پولاتو به گاف بزنم یا نه؟ ببین اینجوری راحت‌تری که مثلا 1 میلیون دابل بیلاخی واسط بخرم بچین دور بر اتاقه. حداقل یه 4 تا وسیله بگیر برام. نکن من الان میدونی چند تا جعبه دارم اونور افتاده و اصلا به دردم نمیخوره. نه اینو بعدا میتونی بساط کنی بفروشی یا برو شهرداری رشت نکنی. آره اینم ویدیو باحالی میشه. بچه‌ها اگه بخواید 1 میلیون دابل بیلاخی بگیریم بریم شهرداری بفروشیم تو کامنت ها بگید. ایده منه پوفیوز تو وسط ویدیو ایده منو میدونی. اینا کمپ من خواستی بریم تکمیلش میکنم. داره پولای من هدر میده. بسم الله الرحمن الرحیم. نخند تایمت هم تمومه. بیا بیرون از تو اکانت من ببینم. خوشگلم اومد. آره خوشگلم. خوشگله کی اومده؟ بازش کردی؟ نه درش فقط بازه. بیا ببینم بیا ببینم. نه اول بعد قربون صدقه‌ام بریم. برو بابا اینجا من قربون صدقه سنم ما یه بار میرم. بشین اینجا بابا. باره بشین واکن چیزایی که خریدی و بپوش بعد خوشگل میشی. بیا قربون شکل ماهت برم. بیا بیا قربون صدقه‌ام رفتی خودت حواست نبود. وای گولم زدی. عالی باجی این چقدر پره. عالی دیگه 700 تومن خرید کردی. تا ته پره. بگی به هم اولی چیز دستت خورد بیار بالا. ای جان ببین چه خوشگله. دفتر رضا گلزار. طرح رضا گلزار منم دارم. ست کردیم با هم. وای میتونیم بریم دوتایی برای رضا فن پیج بزنیم. داداش من آینه‌ش هم دارم. وایسا. آینه رضا گلزار داری؟ آینه رضا گلزار پشمام. من میخرم اینو واسه خودم. یه لحظه هامی یه لحظه تصور کن که رضا گلزار نباشه. خب بعدی چی هامی جان؟ لمسش کن بگو حست نسبت بهش چیه. عالی این بهترین وسیله‌ایه که میتونی تو عمرت ازش داداش من 4 تا از این دارم. رنگای مختلف داری خیالت راحته. 4 روز میتونی بری کمپ دیگه مثلا سرش هم یکی کثیف شد دیگه بگیر بعدی. داداش آدم چند تا آفتاب مسافرتی مگه نیاز داره؟ نه دقت کن این آفتاب مسافرتی نیست. این پورت تبدیل بطری آب به آفتاب است. بچه‌ها اینجوری بطری میره توش. پورت تبدیله. اینجوری بعد بدیزی. تایپ سی به لایتنینگ. این مثلا بطری نوشابه به آفتابه. با نوشابه بچه‌ها چالش بذاریم با نوشابه خونه اونو بشوریم. خیلی سخته. ببین گرگان من اون موقع مثلا 3 سال پیش یه خونه داشتیم تجربه کردی در داغون. آره با نوشابه خونه تو شستی؟ نه خود نوشابه نه آبی که تو جای بطری نوشابه بود. خیلی سخته. دست لمسش کن احساسش داش نرمه جان. فکر کنم همونه. خود بیارش بیرون. فکر کنم همونی که منتظرش بودم. آجی خیلی نرمه. زیاد لمسش نکن. تدیه خوبه داداش یه تدی الان چون ترنده فکر کنم 7 10 تا داری الان. تدی حرمت داره و نباید اینجوری میمالیدمش. عالی و قوی. یکی هم گرفتم اینجا این مثلا زیر باسنش با ماژیک بنویس احسان. این تدی که من خریدم با بقیه مجزا باشه. این چرا بهش مو چسبیده؟ ببین جای سوراخ موراخ توش آقا نیست. از الان دارم به دوست دخترم میگم تو پلاستیک بود در آوردم موروش بود. دروغ میگه. جعبش از قبل باز شده بود. اول ویدیو در جعبش باز بود. ببین اگه زیر تدیه سوراخ موراخی که واسه داداشی دیجیکالاس مثلا. این چیه؟ همونی که فکر میکنم خودش. این چیه؟ چاقو شوخی. چاقو گرفتم داداش. جایی که یه موقع اونجایی که خیلی معروفی تو خیابون راه میری یکی خواست خفتت کنه میکشی و باعث رعب و وحشت خفتگیره میشی. اصلا این فرو نمیره. نه این برای اینه که اینو بزنی فرو بره بعد یارو تو ندانمگاهی گوگیجه خودش داره میمونه خفگیره تو اون لحظه باید فرار کنی. آها ایول ببین این خیلی عجیبه. این خیلی این کالا عجیبه. یه دونه باید واسه خودم هم بگیرم. شده مثلا داری گیم میزنی خسته وسط گیمی تو فایتی همزمان شاش سنگین داری یه سطل شاش داری تا دستشویی نمیتونی بری. ظرف ادرار چکمه آفتاب مزدگان رو زیر خودت قرار میدی
میدی میشاشی توش. آفتابه توش آبه، این ظرف ادراره. نکن ببین چقدر ترش قشنگ، ترش چکمه. پاتو توش نکنی ها، پا سوم تو باید بکنی توش. اینو وسط دیگه، وسط بازی دیگه لازم نیستش بری تا دستشویی فلان، بازی تو میکنی همونجا، کار خودت اینجوری آخه انجام خالی میشی. خیلی کاربردیه، خیلی کاربردیه. اینو بعدش اینجوری بخوری. داش آیفون گرفتم واسه. ببین عشق من و تو رو ببین، دوست دخترت ولنتاین واسه آیفون میخره؟ نه، ولی من میخرم فقط تو یه ویدیو. ببین چقدر زیباست. داداش این تو پلاستیکه. آیفون چیز دیگه، تنظیم بازاری یخزده برزیلی، ولی اصل چینه با این وضع. ببین بذار رو گوشت رخ بگیر، یه سیس بگیر رو گوشت باش. ایول داداش دکمهش کار میکنه. برق نگرفتته؟ نه. یه پوفیوزا قرار بود توش باتری بزنه، این شوکر اون دکمهش بزنی برق میگیرته. این شوکر نیست، این فقط ماکته. الان میرم تو نظرات میرینم بهشون. چرا قوه داره؟ عجب صحبتی کردی. لیزر داره. خود آیفون 13 لیزر نداره. ایول داداش من دیدم شما یه 207 موتور فرانسه مدل 89 داری، شاید دلت بخواد ماشین صفر سوار شی. اینو میگیری آماده چاپ شده میچسبونی رو شیشه، مردم خیال میکنن ماشینت صفر، همین الان کارخونه اومده. کاغذ کارخونه چاپ میکنن، کاغذ شماره موتور کارخونه. یعنی اینو مثلا یارو نمیره از کافینتی سر کوچش بده چاپ، از دیجیکالا میتونی بخری شما. بچسبون در ماشین تو، صفا کن، برو تو رش دور کن، بگو ماشین صفر خریدم. خودشه. شور تو سوتین گرفتی برام؟ نه داداش شورت نیست، فقط سوتینه. سایزش هم داداش این بو نفت میده. این چیز دیگه، دست دوم اینا رو بازیافت میکنن. دست دومه؟ عالیه. نکن رنگین کمونی هم واسط گرفتم. آها این پستونکه. چرا همه واسه من پستونک میخرن؟ من بچه داشتم 30 تا پستونک دارم. عبادت داری؟ من خیال کردم خیلی این چیه؟ کیلینگ صورت دیگه چیه؟ این خیلی کاربردیه، خیلی این کاربردیه. این جوشموش دیدی؟ این ویدیوهای دکتر پیمپل پاپل دیدی؟ نه. تو این اینستاگرام یارو سوزن میزنه. دکتر چی؟ دکتر پیمپل پاپل. یه سری این ویدیو هست تو این اینستاگرام، دکترها هستن صورت نزدیک جوش خالی میکنن، جوش میزنن جوش میپاشه. نه ایناست. این با این واسه جوشه. جوشای خودت رو میتونی خالی کنی. خودم؟ نه بده یکی واسط خالی کنه، خودت یو میکنی تو چشه. نه این چیه؟ ایول تو از همکنون تو یکی از شهروندای سکسی هستی. ما از اونی که دستته 5 قسمت ویدیو ساختیم و چندین دلار پول به دست آوردیم. این نکن، این پرو مکسش میشه اینی که دست منه. نکن اسپیکر داره، وایرلس شارژر داره، با تایپ سی شارژ میشه، یو اس بی هم فلش هم بهش میخوره. بعد فلش بخوره چجوری چی میشه؟ آهنگ پخش میکنه، اسپیکر داره اینا. نکن تایش. نه بابا. بچه‌ها بذار روشنش کنیم. سلام کرد. آره سلام میکنه. خیلی خوبه، باور کن از هر لپتاپی به نظر من قوی تره. از هر لپتاپی قوی تره. یه قابلیت داره که میتونی باش حرف بزنی. بله. به نظرت احسان کیه؟ بچهش قرار دختر بشه یا پسر؟ پسر میشه. وای قابلیت پیش بینی هم داره. مسابقات جام جهانی سری بعد رو با عمو فردوس پیش بینی کن. احسان دوست دختر داره؟ اسمش چیه؟ اون یکی کیه؟ چقدر خوش. ابزار ادرار بانوان. آفرین. شما میری جای کمپ فلان اینا دستشویی بگیره، سرایی میری یه کنار فلان، دم دستگاه میریزی بیرون، اینجا تو جنگل آبیاری میکنی. ولی بانوان عزیز نمیتونن این کارو کنن. این ابزار برابریه. چرا؟ نه چرا همچین چیزی ساختن؟ امتحان کن خودت هم یه بار از این کارتو بکن، خیلی حال میده. بابا چرا همچین چیزی ساختین؟ یه چیزی که ما پسرا بهش افتخار میکردیم این بود که بتونیم سرپا بشاشیم. آفرین. رفتن قیف ادرار بانوان درست کردن. دیگه هیچ فرقی نمی‌کنیم داشت. تنها آپشنمون سرپا شاشیدن بود که اونم الان دارن بانوان. یه بار خودت هم کارتو تو این بکن، خیلی حال میده. داشت نیازی نیست. حال میده دیگه بکن. سلام. میشه باز کنید. اینو قشنگ جا داره. اینو بذار روش از اینجا جیش میاد. اینقدر باز میشه. واقعا کار میکنه به نظرت؟ من که استفاده کردم کار کرد.
یه دونه وسیله مونده همشون کاربردیه فقط باید نیاز داری از ماتریکس خارج. یه وسیله مونده. این چیه؟ پیکسل عموپورنگه. جاسوسی عموپورنگه بگیر. این میای رش. من هر وقت تو نباشی. با این پول میتونستم استیک بخورم احسان. استیک چیه؟ من تا الان نخوردم. برای خودش حرف بزنه. نه اون یو آیشه، کار نشته باشی بعد چند بار میره رو استنبای. احسان کاری نداری. لذت ببر دیگه. خلاصه استفاده کن و عشق کن دیگه. ممنونم داداش، قربونت برم. قابلتون نداره. حساب داره چی میشه؟ عاشقتم داداش، عاشق. خدافظ. اگه میخواین جعبه‌ای که من برای احسان گرفتم ببینید حتما برید توی کانال احسان ببینید و توی ویدیو بعد اگه دوست من احسان بازم ویدیو درست کنیم حتما تو کامنت بگید دوستتون دارم و تو ویدیو بعد